دو را ما مخصوص خلاصه تهاجم به حیفا و تل‌آویو در نظر گرفتیم. یعنی یک چه بگم پرنده بی‌نظیریه، برای این کار ساخته شده. در عملیات دوم بر علیه امریکاست، همونطور که عرض کردم 13 تیر موشک ما بین الاسد زدیم. در عملیات سوم، عملیات وعده صادق 300 فروند زدیم. بنده و همه همرزمان و همکاران ما آرزومند رسیدن فرصت عملیات وعده صادق 2 هستند که دیگه تعداد اون نمیدونم چقدر باید باشه. راهکار و پاسخ ترامپ و نتانیاهو ساخت سلاح هسته‌ای است و قوی شدن است. بیا قوی شو.